السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم یک سیر برای تمام مشکل ها را برآمدن از مشکل ها و از تمام زیقی ها برآمدن و سبب جلب کردن رزق را با ما گفته که هست. چخیلی که روایت ابو داود هست که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگه که من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا و من كل هم فرجا و رزقه من حيث لا يحتسب. میگه هر کسی که لازم بگیرد استغفار را، یعنی که هر کسی باشد که گناهاش به ذهنش آورده استغفار کند، توبه کند، میگردن الله برای اون از تمام تنگی، هر یک مشکلهای تنگی که بالا میاد مخرج گفته یک برآمدگاهی و برای اون بگیم یک میبرد اون از مشکلهاش و از تمام زیقی و غم و دردش یک شادی میره برای اون، میکشاید اون بگیم زیقی اون رو از اون مشکل میبرد. میگه الله پاک و رزقش میتد از جایی که اون بگیم گمان و بگیم که انتظار نبود، الله پاک از همه خیر رزقش میدید. به سبب چی؟ برای لازم گرفتنی استغفارش، به سبب لازم گرفتنی توبهش به سوی الله. و نیز روایتی که مسلم میکند که از پیامبر گرامی صلی الله علیه و میگه که پیامبر گرامی صلی الله علیه و وقتی که از نمازشون بیرون میشیدن استغفار میکردن 3 مرتبه و میگفتن که اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام میگفتن. و راوی را پرسیدن که استغفار پیامبر گرامی صلی الله علیه و چه خیلی بود، میگفت که استغفر الله چی میکرد؟ استغفار میکرد الله را. یعنی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و حتی بعد نماز که عبادت بود، وقتی که از عبادت چون که فارغ میشدن استغفار میکردن. صحابه کرام دیگر نیز میفرماید پیامبر گرامی صلی الله علیه و از حضرت عایشه مادرمون روایت میکند، این حدیث بخاری مسلم هست، پیامبر گرامی صلی الله علیه و زیاد میکردن که میگفتن پیش از وفاتشون سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه، بسیار میگفتن. میگه یکی از روزها صحابه کرام پیش حضرت عمر رضی الله عنه آمدن، گفتن که دعا کن که الله پاک رزق ما را کشاد کند و الله پاک برای ما باران بدهد و الله پاک از این مشکل ما را بیرون کند. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی این طلب صحابه را شنید استغفار شروع کرد، گفت که استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اون صحابه کرام گفتن که ما میگیم که تو طلب باران کن، الله طلب رزق کن برای ما، تو گرفته که استغفر الله میکنی. گفت که الله پاک در قرآن میفرماید فقلت استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. یعنی که الله پاک گفته است که شما استغفار کنید به سوی الله، الله پاک چی میکند؟ برای شما باران میفرستاند و شما را فرزند زیاد میدهد و الله نصرت کننده و مددگار شما هست. یعنی که استغفار یکی از اسباب، یکی از دروازه هایی که اون از تمام اون بگیم که خیر و خوبی میدراید، این چی از استغفار است که الله پاک تمام ما شما را از مشکل ها و از غم و درد و از تمامی بگیم که گناه ها پاک میسازد. این چی است؟ استغفار است. به همون خاطر در آیات های قرآن بسیار آمدگی است و چندین آیات های هست است که الله پاک در اونجا گفتگی است که واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. یعنی که بسیار از آیات هایی که الله پاک ما را به سوی استغفار دعوت کردگی هست و گفتگی است که استغفار کنید و برای شما رزق میدهم و باران میدهم و برای شما چی میکنم؟ از گناهاتون پاک میسازم. و این چی از یک رحمتی الله هست و یک سبب اصلی هست که با این میتوند انسان از مشکلهاش ببراید، از زیقیهاش ببراید و الله او را رزق بدهد از جایی که اون چی از گمان نداشته. به همین خاطر این چیز لازم بگیرد انسان، ان شاء الله در دنیا و آخرت کامیاب می شود. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله.